سلام و درود آهایو، هلو، خوش اومدیم به ویدیو دیگه با من سارا هستم و امروز قراره بالاخره بفهمیم کی بود که اولین بار بلایند دیتس رو راه انداخت و ما رو به این روزی که الان هستیم انداخت. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا هم یه فیلم خفن بهت معرفی کنم، هم بفهمی که این بلایند دیت از کجا اومده. امروز اومدیم با معرفی فیلم Confessions of a Dangerous Mind، اعترافات یک ذهن خطرناک، محصول سال 2002. I work for the Office of Diplomatic Security. But is that the CIA or something? Are you interested? Think of it as a hobby, something you do to relax. Dankeschön. I'm Chuck. Here you are, Chuck. با ژانر کامدی تریلر و نمره های 7 از 10 IMDb و 80% راتن تومیتوز. نویسنده های این فیلم چارلی کافمن و جورج کلونی هستند که چارلی کافمن فیلم های خفن دیگه مثل Eternal Sunshine of a Beautiful Mind، درست گفتم؟ انشالله دیدم و فیلمشو اسمشو مشکل دارم باهاش، و I'm thinking of ending things رو نوشته. البته فکر کنم فقط کارگردانی کرده و آره دیگه همچین فیلم های خفنی در کارنامه خودش داره. پس همین نشون میده که فیلم قوی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. خب جورج کلونی هم که نامه این فیلم رو بر اساس زندگی نامه چاک بریس نوشتن. چاک بریس کیه آقا؟ چاک بریس همین کتاب رو با همین اسم به این گونه، اعترافات یک ذهن خطرناک، 2 نقطه، یک زندگی نامه unauthorized، نمیدونم چی میشه به فارسی. و خب ادعا کرده که این بایوگرافیشه که نوشته دیگه، و توی این بایوگرافی ادعا میکنه آدمکش CIA بوده و خود CIA اینو رد میکنه و اینجوری که بله، ولی خب قطعا اگرم بوده نمیمده تایید کنه به نظرم CIA. و خود چاک بریس هم هیچ وقت تایید نکرده که آره اینا واقعی بوده یا نه. خیلی ریلکس اینو منتشر کرده و بعدش گوشه‌ای محو شده. و خلاصه که نمیفهمیم بالاخره این تیکه های فیلم که توی فیلم هم این کامل هست، نمیفهمیم که این تیکه های فیلم واقعی هست بالاخره و واقعا تو زندگی آدم اتفاق افتاده یا خیر، چون که اولش based on a true story هم می نویسه. بازیگرای خفن این فیلم خفن، نقش اصلی که اصلا عشق دلم، سلطان قلب ها سم راکول جانه و چه بازی درخشانی هم داره. جورج کلونی خودش بازی کرده و رو بریمور که من خیلی اونم دوست دارم، اصلا خیلی خانم دلنشین و زیباییه، و جولیا رابرتس. اصلا شما ببینید چه آدمای خفنی تو این فیلمن. و به طرز عجیب و وحشتناکی براد پیت و مت دیمن که اگه بفهمید کجای فیلم هستن پراتون میریزه، پس اسپویل نمیکنم. راجع به فیلم اول بخوام یکم باهاتون صحبت کنم، فیلم که عالیه، من عاشقش شدم. فکر نمی‌کردم کارگردانی جورج کلونی انقدر خفن باشه و خیلی سبک خاصی داشت و یک مقداری هم شبیه سبکای مثلا اسنچ گای ریچی که تازگی توی شورتس بهتون معرفی کرده بودم. خیلی توی اون سبکا حال و هوا بود، کارگردانیش و فیلم برداریش و اینا. بازیگری هم که گفتم فوق العاده است و داستانم که زندگی نامه چاک بریسه و همین بلایند دیتس و اینا رو نشون میده و اینکه زندگیش تو CIA چجوری بود اگه واقعی باشه و اینجور چیزا. پنجره رو نبستم، احتمالا سر صدا زیاد بیاد ولی دیگه نبستم دیگه، الان حال ندارم پاشم واقعا. حالا بریم سراغ خود چاک بریس و یکم راجع به اون صحبت کنیم. چاک بریس تهیه کننده، کریئتر و مجری خیلی از برنامه‌های خفن آمریکایی بوده. بین دهه‌های 60 تا همین سال 2000 اینا
خیلی فعال بود و خیلی کار خفنی میکرده. متولد 1929 و سال 2017 هم از دنیا رفت. بیشتر هم کارش این بود که گیم شوهای مختلف درست میکرد، یعنی بازیهای مختلف که توی برنامه میاد. مثلا انگار که اگه الان زنده بود فکر میکنم واقعا کارنامه درخشانی توی یوتیوب داشت، ایده هایی که داده اون زمان و ترکونده و خب بیچاره واقعا به نظرم جاش خالیه توی عصر الان و توی یوتیوب. اولین برنامه‌ای که ازش ساخته شده بود بلایند دیت بوده که با اسم The Dating Game سال 1965 برای اولین بار به تلویزیون رفت و شبکه ABC هم پخشش کرد و فیلمو اگه ببینید اولش هم اینجوری بوده که خیلی نپذیرفتنش و اینجوری بودن که این چیه، ولی بعد یهو باش تماس میگیرن و برنامه اجرا میشه و میترکونه اون زمان تو آمریکا و اینجوری بوده که 3 تا مرد این ور پرده بودن و یه زن این ور پرده و یک سری سوال‌های پرسیده میشد که بر اساس اون جواب‌ها این زنه یکی این 3 تا رو انتخاب میکرد و مثلا با هم دیگه انشالله آینده‌ای خواهند داشت. و خب همه مهمونا هم از مردم عادی بودن دیگه، دقیقا همون کاری که وینی کردش و ترکوند. و اگه فیلمم ببینید کامل نشون میده که اصلا چی شد که ایده این برنامه به ذهنش رسید و چی شد که رفت صحبت کرد و خواست که اجرا بشه و خیلی برای من جالب بود وقتی این فیلم رو دیدم، چون اصلا ایده‌ای نداشتم واقعا، اصلا تا حالا پیگیری نکرده بودم اینم کار کی بود و اینا و نمیدونستم که اصلا اولین بار توی تلویزیون پخش شده بوده و چاکبریست بوده و اصلا فیلم Confessions of a Dangerous Mind و من خیلی سال روی لپتاپم دارم، خیلی وقت پیش دانلودش کردم که رو مود سم راکیول بودم موقع ها و داشتم همه فیلماشو میدیدم. بعد احساس کردم یه مقدار مود این فیلم سنگینه، یه کمی خیلی فیلم تاریکیه، نور توش کمه، ندیدمش. چند روز پیش نشستم دیدمش و اینجوری بودم که پشمام چقدر باحال. فکر می‌کنم حکمتش همین بوده که تا الان ندیده بودمش که بیام الان یه ویدیو راجبش بزنم. بازم توی فیلم می‌بینید که برنامه بعدی که ساخت و ترکوند گانگ شو بود که یه جورایی مثل The Voice یا امریکن آیدل یا همین چیزایی که به شکل امروزی دلیلش این بوده مثل این که و اینجوری بوده که مردم استعدادهای مختلف میمدن رو صحنه و اینکه ایدهش به ذهنش چه جوری رسیده خیلی باحاله. اینجوری بوده که نشستن دارن مردم رو تماشا میکنن که اومدن استعدادیابی دارن میکنن و خیلی حوصله‌اش سر میره و اینجوریه که چرا یه دکمه جلوی من نیست، من این دکمه رو بزنم مثلا این بره بیرون و این ایده به ذهنش میرسه که مثلا یه جایی یه سری داورا باشن، یه برنامه‌ای باشه، مردم بیان اجرا کنن و اینجوری ها باشه دیگه. و بنده خدا تو زندگی شخصیش اونقدر آدم موفقی نبود و تو فیلم ببینیدش خیلی آدم بدبختیه و خیلی آدم دلش براش میسوزه، ولی خب کارهای خفنی کرده و ایول بهش. کاش توی این دوره زمان زندگی میکرد چون قطعاً آدم خفن‌تر و مهمتری میشد به نظرم. امیدوارم حتما این فیلمو برید ببینید. دارم میگم فیلم عالی، فوق‌العاده است، از لحاظ کارگردانی، از لحاظ قاب‌بندی‌ها، از لحاظ بازیگرای خفنی که توشن و از همه لحاظا فوق‌العاده است. امیدوارم که ببینید و خوشتون بیاد و بالاخره فهمیدید که بلایند دیت ها هم از کجا شروع شده که الان داریم باهاش زخم میشیم و امیدوارم این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و همین دیگه. بای.